نشانده که بیگانگان بر ایران آوردن، آماجشان، خواستشان، برنامهشان این است که ایران را پایمال بکنن، ایران را تکه پاره بکنن. در این چهار دهه ننگین و شوم و سیاه و خونبار کارشان به گونه فرسایشی این گونه بوده است که همه آنچه را که بیگانگان میخواهند که خود بیگانه تر از اون بیگانگانی هستند که اینا را آوردن، به این راه بکشانند که ایران را تکه پاره کنند یا مردم ایران را از فرهنگ خیش دور گردانند. چنان که میبینید از زمانی که آمدن همین جنگ را با فرهنگ ایران دارن، پرچم ایران را سرنگون کردن، ارتش ایران را نابود کردن، چیزی برای ایران نگذاشتن. این اون چه که نمیدونم شما از نمیدونم درفش نمیدونم بادکوبه پتیاره در ایران نمیدونم کسی برمی افرازه، یا نمیدونم کدام نمیدونم درفش پتیاره و بیگانه را در ایران برمی افرازه، یا نمیدونم سپهبد پاپک خرمدین را نمیدونم بیگانه. همه اینها، همه این سخنان یاوه و شرماور و ننگین که هیچ درست نیست، از یاوه و نمیدونم ریچفندم بالاتر است، همه اینها زیر سر این کفتاران هست که بر ایران چیره شدن. زور در دست آنانند. جنگ افزارهای ایران را، زور ایران را گرفتن، دست تبهکاران و خونخواران پاسدار دادن، در زیر سر آنها همه این آشوب است. اگر این آشوب، این نابکاران از سر ایران برود، هرگز از من اردبیلی، از یک تبریزی، از یک زنگانی، از هر کجای دیگر صدای جدایی بر نمیاد. کدام چیز در اردبیل جدا هست که نمیدونم در تبریز نباشد و نمیدونم در کرمان و اصفهان نباشد؟ همه ما پاره یک تن هستیم، مگر گفتگو کردن به یک زبانی، به یک زبان نمیدونم، اونم که زبان نمیتوان گفت، نیم زبان هم نمیتوان گفت، مگر گفتگو کردن به یک زبانی میتواند. من زبان یکمم زبان اردبیل است، اما چگونه میتوانم اگر ایرانی کر و لال و نمیدونم کور هم باشد، ایران را که نمیتواند از خود دور گردان.